سلام دوستان، پوریکس هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با ویدیو جدید اومدیم. من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونید هر تعداد فالوور فیک رایگان برای پیجتون بزنید، شاید هم بی‌نهایت. قبل از شروع آموزش ازتون میخوام چنل منو سابسکرایب کنید و اینکه اگر ویدیو رو دوست داشتید و میدونید به دردتون میخوره اون رو لایک کنید. برای شروع کار شما کافیه که یک یا چند تا پیج فیک بسازید. هرچی تعداد پیج‌های فیکی ساختید بیشتر باشه، سرعت بالا رفتن فالوورتون هم بیشتر میشه. بعد از اینکه پیج رو ساختید کافیه که برنامه نیترو فالوور رو نصب کنید. فرق این برنامه با بقیه برنامه که همین کار رو انجام میدن اینه که سرعتش بیشتره و اینکه روزانه به شما یه تعداد سکه جایزه میده. اگر که بار اولتون باشه که وارد برنامه میشید، شما وارد این صفحه میشید. حواستون باشه که حتما فیلتر شکن خاموش باشه چون برنامه بالا نمیاد. وقتی که وارد این صفحه شدید کافیه که اون آیدی جیمیل یا اون شماره و پسورد اون پیج فیکتون رو وارد کنید. دقت کنید با پیج فیکتون وارد برنامه بشید. وقتی که وارد شدید همچین صفحه‌ای میاد براتون که اون بالا سمت چپ تعداد سکه‌هاتون و این پایین زده حالت خودکار. شما کافیه که این حالت خودکار رو فعال کنید و مثلا نیم ساعت گوشیتون رو خاموش کنید و بذارید یه جایی، برنامه رو نبندید. این برنامه شروع میکنه با پیج فیک شما افراد مختلف رو فالو کردن و به ازای هر فالو یه دونه سکه به شما میده. در نهایت شما میتونید با هر 2 تا سکه یه دونه فالوور برای خودتون بگیرید. مثلا اگر که شما 1000 تا سکه جمع کنید، 1000 تا سکه حدوداً تا یه هفته اگر با یه دونه پیج فیک بخواید انجام بدید راحت میتونید در بیارید و میتونید 500 تا فالوور بزنید. حالا برای چجوری میتونیم این سکه ها رو به پیج اصلیمون انتقال بدیم؟ کافیه که شما اون بالا سمت راست روی منو بزنید و یه گزینه هست که زده انتقال سکه. اینجا آیدی اینستاگرامتون رو میزنید. حواستون باشه که اشتباه نزنید. اگر اشتباه بزنید و سکه ها انتقال پیدا کنن دیگه هیچ راه برگشتی نیستش. و اینجا هم تعداد سکه هایی که میخواید انتقال بدید رو میزنید. خب بعد از این کار از این پیج فیکتون خارج میشید و وارد پیج اصلیتون میشید. وقتی که وارد شدید دوباره همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه که پایین سمت چپ نوشته سفارش فالوور. هر تعداد فالووری که میخواید انتخاب میکنید و ثبت سفارش میزنید. به همین سادگی و به صورت کاملا رایگان میتونید مثلا هفته‌ای اگر یه دونه پیج ساختید 500 تا فالوور بگیرید هفته‌ای. حالا هر چی تعداد پیج بالاتر بره این سرعتش هم بیشتر میشه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.